یک خوبی داره سینمایچ کنارش سر وقت پرداخت میکنه پیش پرداخت میکنه بعد خمیشن این همیده نوشتم دو مصرش گفتم بیست دقیقه سه چور مصرش کنم که با چیش زیادتر شد کیف باشد محفلی ما را چو باشد سیف ما حیف باشد محفلی را که نباشد سیف ما کیف صحبت کیف خنده کیف جام و باده را بایدش آموخت هر مرد یقین از حیف ما هر کو اندر محفل ما می پراند کیف ما هر کو اندر محفل ما می پراند کیف ما کیف حلونش میکنه در جای شیشت سیف ما حیف باشد کیف بر مرد نداند کیف کیف سیف کیف حیف باشد کیف بر مرد نداند کیف کیف کردن هم هنر باشد به مثل سیف حیف آن مرده که بعد آن بگوین حیف تو حیف آن کیفی که بعد آن بگوین حیف تو مرد باشی کیف کن در زندگی چون سیفی بچه انا مقصد که این مرد بله بود دهومی